شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فوتبال تاجیک در سال 2020 کار خود را آغاز میکند. در ورزشگاه مرکزی شهر حصار اولین آمادگی منتخب تا 16 ساله تاجیکستان برای اشتراک در چمپیونات آسیا آغاز گشته است. امیدوار هستیم که این برنامه سرآغازی بردباری های فوتبال تاجیک در سال 2020 خواهد شد. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان که ماه سپتامبر سال جاری در مرحله نهایی چمپیونات آسیا در بحرین برآمد میکند، نخستین مرحله آمادگیش را به این مسابقه شروع نمود. همیشه که چون انعنه مشق بچه‌ها از توصیه سرمربی آغاز میشد و چگونه که دیده ایستادیم، حال حاضر هیئت مربیان در اینجا با بچه‌ها اولین توصیه ها را داده ایستادند. انیق‌ترش باید بگویم که اولین حال پرسی را از آنها کرده ایستادند و بعد از چند دقیقه تمرین اساسی شروع می شود. حرکت میکنه، یک دری تون پاس میده، همون کاری که کنه که همون فرهنگ همون پاستی تون نشون ته، همون پاسی که میده باید هواکی دادن در کار نیست. همون پاس همون حرکت کنه که هوا شما توغری هم پاستی. بندسه همون حسیات تو باید باشه شما. بندسه جواب جواب. از اون رامد رفتیم. برو سعی کردیم. مطابق نقشه دسته آخر ماه ینور در مسابقه بین المللی جام رشد در بلاروس شرکت می‌ورزد. اشتراک در این مسابقه اولین مرحله آمادگی نورسان تاجیک و مرحله نهایی چمپیونات آسیا میباشد. ما از 20 دکبر تا 30 دکبر 10 روزه تمرین خود رو پیش از سال نو سر کرده بودیم. بعد سال نو دا بچه‌ها جواب دادیم، یک دو سه روز استراحت کردن. از 4 ینور ما با تمرین های خود رو شروع نمودیم. این از یک 9 روز شد که ما تمرین کردیم. بعد سال نو تمرین ها بسیار خوب گذشته شدند. بچه‌ها آمادگی خوب دیدگن. مشق‌ها از چی عبارت هستند این زمان؟ ما امروز سر یک 6 کیلومتر دویدیم. همین یک مسافه معین است یا که هر روز اون رو عوض میکنید؟ نه، ما اول از 4 کیلومتر سر کرده بودیم. بعد هر یک 5 روز پس همون 1 کیلومتری زیاد شدن میگیره. تا چند کیلومتر؟ تو 8 9 کیلومتر میروه. یعنی تا آخری مرحله آمادگی تو 8 9 کیلومتر میرسه. برای که خیلی شما میدونید وقتی که هم بازی جهانی نشون میدن اروپا رو، لیگ چمپیون ها رو، وقتی که بازیکن رو عوض میکنن، وقتی از میدان بیرون میبرن در همون جو مینویسن که مسافت طی کرده و در میدان و چند قشرگی. یا خیلیش 8 کیلومتر، یا خیلیش 8.5 کیلومتر، یا خیلیش 9 کیلومتر. برای ما همین چیزای ما به همین باید موافق باید باشه. حالت بچه‌ها از اینجا خیلی است. بچه‌ها معلوم است که از استراحت بعد از استقبال سال نو اومدن. چه است حالت؟ نه خیلی که ما گفتم ما از 20 دکبر سر کرده بودیم تا 30 دکبر ما یک 10 روز تمرین‌های بسیارتر فیزیکی داشتیم. بسیارتر. اینا از بعد سال نو ما از 4 ینور سر کردیم. چیزی که من گفتم سحر ما بسیارتر کارهای فیزیکی میکنیم و بگونیم توپاقتی بسیارتر کار میکنیم. از طرف تاکتیکی، تکنیکی بسیارتر کارمون همین است. در این فصل سال میدان صنعی ورزشگاه مرکزی شهر حصار برای گذراندن مشغولیت‌های عملی خیلی موفق میباشد. قابل قید است که بازی‌های مسابقه بین المللی جام رشد در بلاروس هم در میدان سبزش صنعی میگذرند و تمرین در میدان صنعی عینی مقصد است. چرا ورزشگاه مرکزی شهر حصار جای مشق و تمرین انتخاب شده است، مثلا نه شهر دوشنبه؟ چی برتری دارد این ورزشگاه؟ برتری چی است که یکمش که ما در اکادمی فدراسیون جمهوری در اونجا میستیم، بچه‌ها در اونجا خواب میروند، در اونجا خوراک میخورند، نوز درس و سرشان در اونجا درس میخونن و این ورزشگاه با ما نزدیکتر است. یعنی از لحاظ بعد دویمش که در اینجا هیچ خلال نمیرسه، همه خف و دم کاری که ما میکنیم هیچ خلال نمیرسوند. نگفتن ممکن است که آرامی هم با بله وقتی بله سبزه صنعی چی؟ در این فصل سال حوزی همه میدان با ما بسیار کمکی نقض میرسون، برای که ما حوزی
او جامی که عضو در بلاروس میگذارد در آنجا همون ورزشگاه هم سونی است. سونی است یعنی که مطابق شدن آسان‌تر است. بله. در علف‌های تازه هم نیز بازی کرده ایم، خیلی آسان است، در اینجا کمتر مشکل است. ولی ما قریب که 1 سال میشه در همین میدان مشق میکنیم. سبزای سونی در خیلی عادت کردیم به همین میدان. بچه‌ها با روحی بالیده و شوق و رغبت تمام به شروع مشق نوبتی پرداختند. حتی احساس نمی‌شد که شروع سال و نخستین تمرین‌های بعد استراحت می‌باشد. در یک روز 2 مراتب مشق کردن سرباری نیست؟ مشکل نیست؟ همین مشکل البته استاد ترینری هم میفهمونه که همین ترینر چیکار کردن در کار ما هم کردن میگیرم تمرین رو. البته که مشکلن، اما خیلی ما به این نگاه نکرده تیاری به مسابقه که در بلاروسیا برگزار می شود در آنجا تیاری دیده ایستاده ایم همراه مربیان و همراه همدستگانم. البته مشکل است و ما به این نگاه نکرده هر روز 2 مرتبه تمرین خود را در ورزشگاه مرکزی حصار و در فیتنس میگذرانیم. بچه‌ها از لحاظ تکنیکی، از لحاظ فیزیکی آماده میشوند، اما ببینید که البته همه وقت برای بچه‌ها مثلا همین کمک دستگیری‌های روحی و روانی لازم میشن. در هیئت ستاد مربیان ما هستن اون نفرانی که با بچه‌ها مثلا از لحاظ روانی کار میکنن. ما چخیلی بود ما پیش از همون مرحله برای جام آسیا بازی کردن در اون مرحله ما پیش از رفتن اونجا ما پسیخولوگ رو دعوت کرده بودیم. ما در آینده میخواهیم که در همین روانشناس بله در همین دسته ما باید یک تا روانشناس باید باشه. فقط یک در دسته ما یا در دسته همین اصولا باید در دل دسته باشه. در هر یک دسته باید باشد که برای که هم بازیکن حالتی میشد که کمتر عصبانی است یا کمتر بازیش نمیرود برای کمتر همون باشه. اگر احساس ستارگی میکند شاید. خب الدین در همین مرحله نباشد پرسیدنی بودم که زمانی که بچه‌ها راحت رو گرفتن، البته ما با قولی که یک ایفوریه بود، هم یک فرار کردن، هم تاجیکستان تبریک کرد، احساس نمیشد در همون وقتا که مثلا بچه‌ها کم کمک همون احساس ستارگی میکردن این که شما در کارهای تربیوی می‌بردید؟ نه سرش رسید ما کم تا آرام کردیم فهمیدیم که قدم‌های اول است. بله. این قدم‌های اول است. این فوتبال زینه فوتبال تماشایی نداره. برای ما باید در یک زینه باید نایستیم. برای که هر یک زینه که ما میبرویم با حرکت کنیم که ما بالاتر برویم از همه طرف. برای ما بچه‌ها رو نمی‌مونیم که هم کسل ستاره چسبشون. آنگونه که طبیبی دسته قید نمود حالت جسمانی بچه‌ها خوب بوده، آنها از معاینه پوره طبی گذشتند. ضمناً از جانب فدراسیون فوتبال مملکت برای آمادگی مقصدناک دسته تمام شرایط‌ها فراهم آورده شدند. حالت بچه‌ها همه آماده‌اند، همه تیارند. از معاینه طبی گذراندیم. هر یکی اونها تیارند که مشق‌های تعلیمی تعمیری رو سری بلند گذارانند. در یک روز 2 مرتبه مشق است. اینا آماده شدگی‌اند، همه تیارند. اینچنین از بعد و معاینه طبی گذراندن ما همه را تیار کردیم که با آماده باشند برای 2 بار در یک روز مشق گذراندن. یعنی حالت فیزیکی بچه‌ها حالت فیزیکشون خوب است، سلامتیشون خوب است، 100% دستگیری میکنیم. حالت اینها هم خوب است، سلامتیشون خوب است، یگان تاش یگان شکایت ندارد. آماده‌اند، تیارند و اینچنین تیار کردنیم تا سفری بلاروسیا که همه آماده باشند، تیار باشند. از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای در سطح ضروری برگزار نمودن این جمع آمدی آموزشی و مشقی تمام شرایط‌ها مهیا کرده شدند. در مسئله غذا و خوراک چی؟ مسئله خورد و خوراک، غذا، اینچنین داروری، ویتامین و پوشاک‌ها، لباس‌های زمستانه با دستگیری به واسطه فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه تامین کردند. خوراک‌های سرغذا، ویتامین زیاد، داروری همه چی رو گزارنده ایستادیم. الدین به اندیشه شما همین موقع
ضعف همین دسته شما در کجا است؟ شاید مثلا فوروارد هامون نمیرسن، شاید مثلا محافظتگرامون نمیرسن، شاید مثلا در خط میانه میدان بعضا ظرفیت داریم، یا اینکه مثلا فوروارد داریم که از لحاظ سرعت مثلا کاهیدگی دارد، یا اینکه محافظتگری داریم که از لحاظ قد مثلا کاهیدگی دارد. آیا داریم در همین گونه نقص و علت ها در دست؟ نه حاضر یگان علتی بد نیست در این تیم، برای که بچه ها خوشبختانه همه خیلی بچه ها بسیار بچه خوب هستند. او تمرین روی که ما گپ میزنیم یا نشان میتیم چیکار کردن در کار از در وقتی بازی اونها خوب قبول میکنن و خیلی شما میدونید وقتی که ما بازی کردیم در مرحله برای چمپیونات آسیا برآمدن فورواردای ما دسته ما همه بسیار گل زد. 29 گل در آسیا از همه بسیارتر ما زدیم. برای بچه‌ها بسیار خوب هستند. ما همه در خط پیش هم بچه‌های خوب است، در خط مابین هم در محافظ بچه‌ای که محافظت میکنن در روزا بسیار بچه‌های خوب هستند. همه میفهمن چیکار کردن در کار در میدان. تمرین دروازه‌بان‌های دستک آن را مربی دروازه‌بان‌ها فیض دولتوف می‌گذرانید دقت جلب کننده بود. باید گفت در تمام بازی‌های مرحله انتخابی چمپیونات آسیا بین نوسان که سال گذشته در اردن برگزار گردید، منتخب ما با دروازه خود همگی 2 گل سر داد و در این موفقیت سهم سفرمد غفارov دروازه‌بان اساسی منتخب خیلی کلان است. اصلا ما همین 2 گل را از دسته اردن به دروازه خود سر داده بودیم و آن هنگام در دروازه ما سفرمد غفارov دروازه را حفاظت میکرد. سفرمد البته 2 گل سر دادن فکر نمیکنیم چندان فاجعه باشد، اصولا فاجعه نیست. ما فکر میکنیم که یک رکورد هم در آسیا نشان دادیم که همگی 2 گل سر دادیم و با دروازه حریفان 29 گل زدیم. اما به هر صورت من میخواستم درباره همون بازی ها میگفتیم چگونه میسر شد که همین دروازه خود رو از گل امین نگه بدیم؟ همه خدمت بچه ها بود، مثلا در خطی محافظتگر همه بچه ها خدمت من هم نبودم، توپ من هم نرسید، اما بچه ها همه حرکت کردیم و توانستیم که گل سر ندهیم. خوب چگونه بود همون گل ها؟ باید هست که چقدر گل ها رو سر دادی؟ 2 گل سر داد. اگه ما بهت گل دردآور بود اما نمیتونستیم ما رو بگیریم. یک تاش با کنج دروازه هم در آمد و دیگرش کمی هم آسان بود، اون رو میشیدیم تا همون نتونستیم. دویم گلش شد هم از نظرم دور نیست. سفرمد بعد هر گل رو سر دادن عصبانی میشه یا کوشش میکنی خود رو به دست بگیری؟ عصبی کمی میشه اما بچه ها با ما میگوید خیلی آرام میکنن؟ آرام میشن با بچه ها آرام. یکان بازی که مثلا بریده استاده باشیم بچه ها را با من خودم آرام میکنم. چی گپ اینه بازی کنیم. همین سفرمد بیشتر دروازه‌بان ها در همین میدان به قول نقش همین پیشتاز لیدر رو بازی میکنن، از همین دروازه ایستادن نظارت میکنن. داری همین نقش بازی میکنی یا که کاپیتان دسته با اجرا میکنی؟ با کاپیتان هر دم هستیم میکنیم. از همینجا گپ میزنیم اما خیلی حالی بود ولی دیدیش. داد و فیغان میگویی با سری بچه های محافظتگر یا اینکه آرامکک میفهمونه چیزی را؟ آرامکک. سفرمد حال حاضر کدام جزئیات مشق را اجرا کرده ایستاده اید؟ حال حاضر من با شما با هر یک معلوم است با کنج‌های دروازه از بالای پیشگاه پریدن با کنج‌های دروازه پریدن هست و با رزین مخصوص است که ما کار میکنیم. خب همین رزینی که گفتید چی نقشه بازی میکند؟ نقشه خیلی زیاد بازی میکنه. مثلا از گلوا یک نفدهش هست میکشد یکم. اما ما با رزین هم این رو کار میکنیم. رزین رو میدورن ما زور میزنیم. خب من سفرمد من میخواستم که همین کار رو اجرا کنیم. فراش دو تا دیگه ها سفرمد بگیری فراش براو آخرش آفرین
آفرین. محمدواری سیدعلیев партофти و گل! گل 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 گل! عبدالفتاح خدایدادزاده حساب 2-2. البته غلبه تقدیرساز بر اردن زحمت تمامی دسته بود، اما گل زده عبدالفتاح خدایدادزاده در آن بازی به بچه‌های ما روح و توان دیگر بخشید. وقتی که محمدواری سیدعلیев در اونجا حریف را فریب داد و پس داد بر من و من احساس کردم که حاضر من میتوانم این گل را به ثمر رسانیده و چنانه که شما دیدید من این گل را به ثمر رسانیدم و حساب 2-2 شد و قوای همدستگانم نیز زیاد شدند و ما توانستیم که در این بازی با حساب 5-2 غلبه را به دست بیاریم و راحت چمپیونات آسیا را به دست بیاریم. علیجان توردینظرов میگوید برای معین کردن نقص و علت‌های جای داشته باید در مسابقه‌های مختلف شرکت ورزید و با دسته‌های سطحی بلند بازی کرد. هر یک مسابقه‌ای که ما میگذاریم، مثلا ما بلاروس میریم با میبینیم که چی ما کمبودی داریم، از همین کمبودی نگاه کرده با ما هم کمبودی مون اصلاح میکنیم. ما در نزد دسته ما نقشه خیلی کلان است، برای امو رهبری ما رو دستگیری کرده است. حرکت میکنیم با دستای خیلی پرقوت قطعی بازی کنیم، برای که چند دستای پرقوت قطعی بازی کنیم همون قدر بچه‌ها چشمانشون کشوده میشد و تجربهشون بلندتر میشود. و گفتی بچه‌ها در مشق‌ها مشکلی نیست، مثل اینکه شرایط بود و باش در استراحتگاه نیز تامین است. جای خواب همش نقض ما مینداری خود را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان میرسانیم که ما را شرایط خوب را فراهم کردند. چگونه خوراک ها میخورید؟ خوراک های سرغذا میخوریم و برای اصلا عبدالفتاح برای تو خوراکی های ملی معقولند یا اینکه خوراکی هایی که در طلبخانه ها آماده میکنن خوراک های به قول اروپایی؟ خوراک های البته خوراک های ملی معقولند و ما اصلا در اکادمی فوتبال خوراک های ملی را استعمال میکنیم. در خانه چی؟ در خانه کدام خوراک بیشتر دوست می‌داری؟ در خانه من خوراک های مادرم. مادرت کدام خوراک بیشتر آماده میکنه؟ خوراک ملی آش را بسیار تر آماده میکنند. بسیار خوب. خب با فکرتون همین آش با فوتبال بازی کمک میکنه؟ اکنونی را دختران میدونن. این زمان برای کاملتر شدن دسته با هیئت آن چند بازیگر نو نیز دعوت شدند. اهل دسته آنها را خوب قبول کردند. دسته در این موضوع شعار خود را دارد که آن یک دسته، یک اویله و یک هدف می باشد. 4 نفر دیگه با ما فیروت کردیم. یک نفر از دسته روشنی کلوب، یک نفر از دسته اشت، یک نفر دیگه از تیمی ریگر از هیئت دوم، یک نفر با یک دروازه‌بان دیگه از دسته وحدت. بازیگران بسیار جلب کردیم، امر تماشا کردیم، نگاه کردیم، برای که این منتخب است. ما چخیلی که میدونید یگان بازیگر بیرون نمیماند. بازیگر از این چخیلی که شما قید کردید 4 بازیگر از این معقول شد، برای ما تکلیف کردیم. بازی آمادگی ما خوب است، تمرین خیلی خوب است. خیلی بازیگرای بسیار بودن، 20 نفر 25 نفر دعوت کرده بودیم. با اگر یادتون باشد ما یک مسابقه داریم، این گزارش است، مسابقه گزارش است. اونجا ما رفته بازیگرا رو دیدیم، از همونجا تکلیف کردیم، بازیگر تکلیف کردیم. ولی همش ما نمیگیم که نگذاشتن دسته ما همش زیر قلم هستن، با وابسته خودشون هستن. در دسته ما یک دیویز است، دیویز یک شعار است. شعار ما این شعار یعنی یک دسته، یک اویله، یک مقصد. آنگونه که بالاتر قید نمودیم، بچه‌ها با دست و دل گرم تمرین کرده ایستادند و نیت دارند که شرف فوتبال تاجیک را در عرصه بین‌المللی سربلند و حفظ نمایند. از ستاد مربیان تا بازیگران خوب می‌دانند که چه مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند. من
бисёртар ба ҳамдастагонам боварӣ дорам, чунки онҳо ҳар рӯз тамрин мекунанд ва тайёриҳои мо хеле ҷиддӣ аст. Бо мураббиён кор мекунем ва мехоҳем дар ин мусобиқа низ мисли дар давлати Иордания ғолиб шудем, мехоҳем ки дар ҳамин мусобиқа низ ғолиб шавем. ҳадафи асосии мо ин дар марҳилаи гурӯҳи чемпионати Осиё роҳат гирифтан ба ҷоми ҷаҳон ин худ як шараф аст ва бештар орзу дорем ки бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбат кунем. дар пеш чемпионати Осиё мо роҳат гирифтем, миллатамонро муаррифӣ кунем ва дар он ҷо бачаҳои то синни 16 солаи мо ҷои дуюм гирифтан, мо ҳаракат мекунем ҷои аввалум. чемпионати осиёӣ як марҳилаи бо баландтар аст. Мо бояд ҳаматарафа бояд тайёрӣ бинем ки дар он ҷо вақте мо баромад мекунем, мо шаъну шараф парчами тоҷикистонро мо дар он ҷо муаррифӣ мекунем. Барои ман бояд дар он ҷо хуб баромад кунем. Барои тайёриро ҳама барои он ҷо аст. дӯстони азиз, албатта мо дар бораи омодагии минбаъдаи мунтахаби то 16 солаи Тоҷикистон барномаҳои дигарро таҳия хоҳем кард. дар ҳамин ҷо бошад барномаи нахустини футболи тоҷик дар соли 2020 ба анҷом мерасад. мо барои мунтахаби Тоҷикистон барои иштирок дар ҷоми рушд дар Беларусия бароро муваффақият хоҳонем ва аз шумо даъват мекунем ки ҳамеша варзишро дӯст доред, ба майдонҳои сабзи Тоҷикистон биёед ва албатта мунтахаби моро дастгирӣ кунед.